روزها ما طریق شبکه‌های اجتماعی دیده ایستادیم که هنگام سفری کاری یک گروه نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان در اروپا خائنان ملت به سوی پرچم ملی تاجیکستان که در ماشین‌های آنها آویزان بود هر گونه سنگ و تخم‌ها پرتافتند. ما این عملی این جوانان خائن را همچون عملی ناجوانمردانه دشمنانه نسبت به ملت تاجیک دانسته گفتنیم که امروز دستاوردهای تاجیکستان در صحنه بین الخلقی خیلی زیاد است و این دستاوردها چشم آن حسودان را کور کرده است و باوری داریم که این حسودان به مراد و مقصدشان نمیرسد. تاجیکستان آباد می شود، پیشرفته می گردد و در سطح بین الخلقی باز به موفقیت‌های نو به نو نایل می گردد و ما به آن حسودان گفتنیم که آنها دشمن بودند تا آخر دشمن باقی میمانند. ما این عمل ناجوانمردانه آنها را محکوم کرده به آنها گفتنیم که خائنی را بس کنند و به ملت و وطن دیگر خیانت نکنند و این عمل آنها خیانت است و آنها همچون خیانتکار در صفحه تاریخ باقی میمانند.